بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما هستیم در برنامه دیگر از مجموع برنامه دفاع از سنت. همونطور که مستحضر هستید در این مجموع برنامه در خدمت جناب دکتر عبدالحمید عالی هستیم و در مورد سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت می‌کنیم. در این مورد که سنت پیامبر همچنان که جناب دکتر فرمودند از وحی الهی است و الله متعال سنت رو مثل قرآن به پیامبر وحی کرده و الله متعال همین سنت رو هم حفظ کرده و برای حفظ این سنت الله متعال انسان‌های وارسته و انسان‌های بسیار نابغه ای رو برگزیده که تونستن این سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو حفظ بکنند و به ما برسونند. جناب دکتر در برنامه‌های قبل در این مورد صحبت کردن که در مورد مقدمه امام مسلم صحبت کردن و شروطی که امام مسلم برای احادیث صحیح بیان کرده بود و مطالبی که در ارتباط با حدیث صحیح هست. امروز هم میخوایم دوباره برگردیم به همون بحث مقدمه صحیح امام مسلم، چون ما برنامه قبلی رو در مورد تاسوعا و عاشورا اجرا کردیم که ارتباطی داشت با احادیث و ارتباطی داشت با اون مناسبت به خاطر روز تاسوعا و عاشورا. امروز میخوایم دوباره برگردیم به موضوع اصلی خودمون و در خدمت جناب دکتر هستیم. ما در اینجا سوالهایی داریم و این سوالها رو از محضر جناب دکتر میپرسیم و با گوش جان منتظر جواب دکتر هستیم و مطالب گوهربار ایشون رو میشنویم. جناب دکتر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید به برنامه. در ابتدا شما سلامی با بینندگان عزیز بکنید و ما سوالات رو بعداً مطرح میکنیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام. جناب دکتر، همه ما میدونیم که احادیث بسیار زیادی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده، خیلی زیاد هستند و افرادی هم هستند که به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تشکیک وارد میکنن، حتی احادیثی که در صحیح بخاری در صحیح مسلم اومده حرفایی میزنن، مثلا میگن شما از کجا میدونید این حدیث معتبره، شما از کجا میدونید که این حدیث رو روایت کرده، مثلا بخاری 300 سال پس از پیامبر حدیث نوشته، مسلم پس از اون نوشته فلان، از این حرفا میزنن. ما میخواستیم بدونیم آیا هر کی حدیث روایت بکنه میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم همچین حرفی زده، آیا میشه حرفش رو قبول کرد یا نمیشه؟ یا آیا شرایطی داره یا شروطی داره، باید اون شروط حتما محقق بشه بعد حدیث قبول میشه؟ دیروز با یکی صحبت میکردم، گفتم مثلا فلان حدیث در صحیح بخاری اومده، گفت ول کن صحیح بخاری رو، خدا میدونه صحیح بخاری چجوری نوشته، مثلا طرف از ازبکستان اومده و فلان کرده و پیامبر 200-300 سال قبل از اون فوت کرده، این از کجا اومد این حدیث ها رو نوشت؟ خب این سوال مطرح میشه. خیلی هم از این افرادی که اسمهایی دارن برای خودشون اسمایی گذاشتن که میگن ما فقط از قرآن تبعیت میکنیم و این کافی هست. ما قبلا هم در موردشون صحبت کردیم و مطالبی در ردشون ارائه کردیم، ولی باز میگن که شما نمیتونی به احادیث اعتماد بکنی چون نمیدونی کی این رو نوشته، اصلا فاصله زمانی بین پیامبر صلی الله علیه و سلم تا اون عالم حدیثی که حدیث رو در کتاب خودش نوشته فاصله بسیار زیادی بوده. می‌خواستیم بدونیم از کی میشه روایت کرد و چطور میتونیم اعتماد بکنیم که این حدیث صحیحه. درست. مطلب بسیار زیبایی است، یعنی در واقع البته برای افرادی که آگاهی نداشته باشند و افرادی باشند که هیچ شناختی نسبت به علم حدیث و به کاری که اهل حدیث انجام دادن ندارند، این برای اونا دیگه یک امر طبیعی است که چنان فکر کنند و به این صورت بیاندیشند که گویا ما از کجا بدونیم این حدیث صحیح است. بله اونا نمیتونن، واقعا اینا اون گونه افراد اصلا برایشون قضیه قابل قبول نیست و نمیتونن درکش کنند. ما هم نمیتونیم بگوییم 100% اونا را در این زمینه به قناعت 100% برسونیم، اما میتونیم حداقل به اونا بگوییم کتاب‌های حدیث ما مثل
مثلا کتاب روافض نیست. روافض بله چنین است، هیچ اعتباری ندارد و هیچ ارزشی ندارد برای اونا. اما کاری که علمای حدیث ما انجام داده اند، اولین کاری که کرده اند، همچنان که ما احادیث بسیار زیادی نقل نمودیم از صحابه که صحابه در مورد همدیگر تبیین میکردند، تحقیق میکردند، سعی میکردند به اطمینان برسند این چیزی که مثلا این صحابی نقل میکند حتما همونه که رسول الله فرموده. وقتی که ما دیدیم صحابه این تشدید را انجام دادند و این، یعنی در واقع باید بگویم صحابه خودشون پایه علم حدیث را پایه ریزی کردند، بنیان علم حدیث را گذاشتند که باید دقت کنید. و گفتیم که خود قرآن برای ما این قانون را و این اصل را برای ما گذاشته و بیان کردیم. من آیاتی که در قرآن وجود دارد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی برای شما خبری آورد در مورد اون خبر تحقیق کنید. همینجوری ساده اون خبر را دریافت نکنید و اون خبر را قبول نکنید. مطمئن باشید که اون خبری که او داره میدهد درست است. یعنی به حرف یک انسانی که فاسق است، اهل عدالت نیست، خودشو از دروغ، یعنی از دروغ گفتن پرهیز نمی کند، ازش حرف نپذیرید. به همین سادگی خود قرآن این قضیه را پیریزی کرده است. در نتیجه به همین دلیل ما احادیث زیادی آوردیم از صحابه که در این زمینه تبیین کردند. اگر ما وقت بیشتری هم میگذاشتیم باز میتونستیم، یعنی احادیث خیلی زیاد بود در اون زمینه، ولی ما به نمونه های از آن بسنده کردیم و اکتفا نمودیم. و اکنون و در 2 هفته قبل هم باز هم وارد اون مقدمه امام مسلم شدیم و در مورد معایب راویان حدیث سخن گفتیم. یعنی امام مسلم در وقتی که صحیح مسلم را نوشته، یک مقدمه برای آن نوشته. در اون مقدمه بیان میکند که کار اونا و اصول کارشون بر چه اساسی بوده. آیا حدیث را از هر کسی شنیدن قبول کردن؟ نه خیر. الان ما میبینیم افرادی هستند 30,000 حدیث هم را روایت میکنند ولی یک حدیث ازش روایت نمیکنند، یک حدیث ازش قبول نمیکنند. این حدیث معتبر نیست. معتبر نیست چون خودش معتبر نیست. شخص که اعتباری نداشت حرفش معتبر نیست. تمام شد و رفت. علمای حدیث با هیچ کسی شوخی نداشتن. علمای این امت برای حفظ این دین و حفاظت از دین خدا با کسی شوخی نداشتن. اگر کسی دیدن اشکالی در کارش هست، بالاخره میگوید یک ریگی در کفشش هست، از تعارفی نداشتن، راحت بهش گفتن، صریح و روشن بیان کردن آقا این به درد نمیخورد، حرف ازش نپذیرید. یک مطلبی که ما آخرین مطلبی که گفتیم مطلبی بود که اهل علم میگویند، یحیی بن سعید فرمود لم نرى الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث. میگه ما در میان صالحان هیچی ندیدیم، یعنی در واقع در صالحان هیچ چیز بدی ندیده ایم به اندازه دروغ در حدیث. درست. این چجوریه؟ امام مسلم فرمود در واقع اینا اهل دروغ نیستن. وقتی که صالح هست مگه میشه صالح دروغ بگوید؟ نه، میفرماید یجری الکذب علی لسانهم، دروغ بر زبانشان جاری میشود، ولا یتعمدون الکذب، قصد دروغ گفتن ندارند. حالا این است، یعنی حتی این که ما قرار بر این باشد فقط کسی اهل صلاح باشد از این حدیث بگیریم، نه، این نکته خیلی مهم است. یعنی افراد زیادی هستند صالح هستند. ما گفتیم مطالبی را بیان کردیم که چندین نفر بوده اند مأمون، یعنی محل اعتماد و اطمینان هستند، اما در حدیث زنا نگرفتند. چرا؟ چون گفتن اینا اهل این کار نیستند. درست. هر کسی بالاخره میگه هر دره با کدی میگویند هر دولکیان به بابای سپردوه، یعنی هر دره به آقای سپردند. هر کسی نمیتونه در هر جایی هر چی خواست بگوید. یا مثلا میگوین نان بو نانواو
گوشتیش با قصب، یعنی نان برای نانوا و گوشتم برای قصاب. هر کس نمیتونه حالا گوشت درختش قرار بدی، نمیتونه تکهش کند، نمیتونه این گوشت رو مثلا چجوری بیارد و تکهش کنند و آمادهش کنند و پوستش رو جدا کند. نه، هر کسی اهل این کار نیست. حالا بگوید آقا یک آدم صالحی است، خیلی بزرگوار و آدم فهمیده من گوشت رو بهش دادم، آقا بلد نیست کاری بهش انجام بده، بلد نیست، هر کاری او نیست. پس علمای حدیث از هر انسان صالحی حدیث که نمیپذیرفتند، از هر انسان مطمئن و مورد اطمینانی که شما بتوانید اطمینان بکنید مثلا تمام دارایی این امت را بیت المال را داخلش قرار بدید، ازش مطمئن هستید. اما در مورد حدیث چیز دیگری است، باید اون شخص اهلش باشد. پس یعنی حدیث رو از هر کسی نمیشه روایت کرد، باید اون فرد متخصص باشه در علوم حدیث. آفرین، باید اون شخص اهلش باشد. هم با وجود این که باید عادل باشد و ثقه باشد، باید اهلش هم باشد. مثلا افرادی هستن افراد مورد اعتماد، مثل میگه فلانی خازن امام عمر بوده. درست. متوجه هستی؟ خازن چی بوده؟ امام عمر. درست. یعنی انبردار امام عمر بوده. در حدیث میگه مجهول است. درست. در حدیث میگن چی؟ این شخص مجهول است. مجهول نیست در حقیقت، در حدیث مجهول است. درسته. این نکته خیلی مهم است. یعنی وقتی که افرادی به این نکات توجه کنند، برایشون مشخص میشه دیگه علم حدیث یعنی چی. درست. مثلا علماء حدیث میگوین گاهی ما متوجه میشیم یک حدیثی علتی در آن هست، میگه آقا این علت رو برای من بگو چجوریه، از کجا میدونی این حدیث علت داره، مشکل داره؟ میگه آقا این من اهل تخصصم، مثل یک زرگری که اینجوری مثلا طلا بهش میدی، یک طلا که خالص باشه یا نه خالص، اینجوری دو سه بار اینجوری بالا و پایینش میکند، میدونه این ارزشش چنده، میدونه چقدر خالص است خالص نیست. میگه آیا میتونه اون آقای زرگر به یک انسان عادی بدون تجربه بفهماند این چجوری میدونه؟ نه، این با مدتها و با سالهای طولانی متوجه این قضیه شده. نمیشه به کسی این مطلب را یاد داد. این مطلب باید خود اون شخص وارد شود. در نتیجه علمای حدیث هم مانند اون زرگر هستند که گاهی علتی را در حدیثی میابند، ولی ازش بخواهید خیلی خوب اشکالش کجاست، میتونی منو بفهمونی؟ میگه نه، شما نمیتونی بفهمی تا به جای من برسید. درست. تا این کاری که من کردم شما برسی به آن. به همین دلیل علما از هر کسی حدیث نپذیرفتند. مثلا را من نگاه کردم امام جعفری صادق، ببینیم در میان کتب حدیث کدوم یکی ازش حدیث روایت کردن. کتب سنت همه ازش حدیث روایت کردن بجز امام بخاری. البته امام بخاری هم در ادب المفرد در غیر صحیحش ازش روایت میکند، اما در صحیحش ازش روایت نمیکند، چون حتی جعفر صادق در حدی نیست در اون شرایطی که امام بخاری گذاشته برای قبول حدیث، جعفر صادق نمره کافی نمیگیره در اونجا. جعفر صادق این مرد بزرگوار تمام دنیا خود امام بخاری هم یعنی بر صلاحات، بر صلاح او و بر درستی او و بر آدم درست بودن او شکی ندارد. اما در حدیث میگه نه، در اون نمره‌ای که من گذاشتم، امتیازی که قرار دادم برای پذیرش حدیث، اون در اون حد نیست، تمام ازش نمیگیرد. درست. ولی امام مسلم ازش گرفتش. امام مسلم یک کمی در اون تشدیدی که امام مسلم پایین‌تر از استاندارد، یک مقدار استانداردش پایین‌تر است و بقیه اهل حدیث هم در سنن همه ازش گرفتند. مثلا این یک نمونه. جعفر صادق دیگه یک مرد بزرگوار که الان مثلا رافضیان او را به عنوان جای پیامبر گذاشتند و میگوید قول او معصوم است و هرچی او گفته درست است و اون چیزایی که ما هرچی از او نقل بشه روی چشم و روی جان میگذاریم، روی سر میگذاریم، اون چیزی که جعفر صادق گفته باشه، چون میدونیم اون انسان مطمئن نیست. اما با دروغ مطالب بسیار باطلی، یعنی ضد دین را به جعفر صادق نسبت میدهند و میگن جعفر صادق گفته. این از کجا آوردن؟ چون به این اصول و ضوابطی که علمای حدیث گذاشتن توجه نکردند. درست. اصلا بلد نیستن.
اصلا کاری به اون نداره. اگر بیایید بر اساس اصول ضوابط حدیث تمام این بحار الظلمات را زیر ذره‌بین علوم حدیث قرار بدهید، هیچ این کتاب گنده بزرگ چیزی ازش باقی نمیمونه، هیچی ازش باقی نمیمونه. در نتیجه اگر بیایید این راهی و روشی که علمای حدیث گذاشتن کاری کردن، یک حدیث باطل وارد نشده، وارد دین نشده، و یک حدیث صحیح خارج نشده. درست. ما یقین داریم. چرا؟ چون خدا فرموده این دین خودش را حفظ میکند. امکان نداره دین خدا حفظ شود مگر با حفظ تمام نصوص شرعی، مگر با حفظ هم قرآن هم سنت. وگرنه اگر قرآن حفظ شود اما سنت حفظ نشود، چجوری دین باقی نمیمونه؟ نصف دین میره. تمام شد و رفت. این تبیین این قرآن با وسیله سنت است. در به همین دلیل امام نووی در مورد این که گفت حالا احیانا اهل صلاح صالحان گاهی دروغ بر زبانشان جاری می شود، میگه دلیل چیست؟ یعنی چی دروغ جاری می شود؟ میگه بابا تعریف دروغ میدونی یعنی چی؟ تعریفش کنیم برایش. میگه مذهب اهل حق، امام نووی میفرماید در تعریف دروغ این است: الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو. یعنی انسان در مورد چیزی مطلبی را بیان کند برخلاف اون چیزی که واقعا باید باشد. یعنی حتی اگر اشتباه هم بکنیم آفرین، عمدن کان او سهوا او خطا او غلطا. حتی از روی عمد اون خبر را میدهد، یعنی عمدن میخواد رو بگوید، یا از روی سهو یا از روی غلط، خطا داره خطا میکند، احساس میکند که به اشتباه میرود در مورد چیزی. به همین خاطر از قول الصحابه خیلی ها پیش میاد، مثلا میگه فلانو کذبه، یعنی کذبه یعنی اخطا، یعنی اشتباه کرده در این زمینه. یعنی اگر طبق این تعریف کسی بگه 2 به اضافه 2 میشه 6، میگن دروغ گفته. تمام. چون اشتباه کرده. هرچند از اشتباه، یعنی از اشتباه مثلا فکری باشد، میگه دروغ گفته، دروغ است. به همین خاطر بعض امام مسلم مطالبی را نقل میکند از میگه من از خلیفه ابن موسی، میگه دخلت على غالب ابن عبید الله، میگه من رفتم پیش غالب ابن عبید الله و شروع کرد به املا کردن حدیث را به من املا میکرد. دیگه همون املایی که الان داریم میگیم، اصلا املا از اینجا اومده و از خود قرآن اومده. در سوره آیه مداینه فلیملل الذی علیه الحق املا کنه. میگه گفت حدثنی مکحول، گفت مکحول برای من گفته. مکحول یکی از راویان حدیث است. میگه آقا فاخذه البول، میگه آقا دستشویی برایش فشار آورد و رفت، یعنی کاغذشو گذاشت و بس فقط رفت به دستشویی. میگه منم اومدم نزدیک شدم، فنظرت فی الکراسه، اومدم اوراقی که توش نوشته بود نگاه کردم، فاذا فيها حدثني ابان عن انس و ابان عن فلان فتركته وقلت. میگه من اومدم نگاه کردم در دفترش و کاغذی که داشت اون مطالب را از برای من املا میکرد، توش نوشته حدثني ابان برای من گفته. اون میگفت مکحول. درست. ابان از انس و ابان از فلان. دیگه من میگه تمام گفتم از این آقا حدیث نقل نمی کنم. فترکته و قلت. درست. دیگه رهایش کردم. این جوریه که علمای این امت، غالب ابن عبید الله عقیلی چه کسی بوده؟ من قول علما در موردش آوردم. غالب ابن میگه امام ابن معین میگه لیس بثقة و امام دارقطنی میفرماید متروک، شخصی است متروک. حالا این در اینجا این عالم ازش حدیث نمیگیرد. وقتی نگاه میکنید علمای جرح و تعدیل باز در مورد او اینو گفتن. این چه کسی بود؟ خلیفه ابن موسی بود. اخبرنی خلیفه ابن موسی. خلیفه ابن موسی وقتی که نقل میکند میگه من از غالب ابن عبید الله اینو ازش دیدم، حدیثش نگاه نکردم، ازش قبول نکردم. وقتی که نگاه میکنید به اقوال علما در موردش، همین میگم، میگه آقا لیس بثقة متروک، یعنی شخصی است ازش حدیث قبول نمیشه. درسته. و همچنین امام مسلم یک مطلب دیگری برای ما بیان میکند، باز با سند خودش میگوید
از هشام بن مقدام حدیث هشام بن مقدام برای ما نقل میکند. حدیث عمرو بن عبدالعزیز میگه هشام گفت مردی به من گفت یقال له یحیی بن فلان از محمد بن کعب قال قلت لعفان انهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب. من شنیدم که گویا هشام بن ابی المقدام گفتم من حدیث را از محمد بن كعب شنیده. فقال انما ابتلي من قبل هذا الحديث. میگه این آقا فقط به خاطر این حدیث دیگه مبتلا شد، کسی ازش حدیث قبول نکردن بعد از این. چرا؟ چون كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد انه سمع من محمد. میگه در ابتدا میگفت یحیی به من گفته از محمد، ولی بعدا خودش مستقیم میگفت من از محمد شنیدم. تمام گفتن یعنی این اشتباه باعث شد که کل احادیثش رو اصلا ازش حدیث قبول نکنن. تمام شد و رفت. یک بار دیدن این آقا یک بار در اول از یحیی نقل میکنه، بعدا از محمد، بعدا میگه مستقیما همون حدیث رو از محمد نقل میکنه، میگه ازش شنیدم. تمام شد و رفت، ازش قبول نمیکنن. هشام بن زیاد بن ابی یزید قرشی ابو مقدام علما چه میگویند در موردش؟ میگه روایت میکند از مادرش و از فاطمه بنت حسین و عبدالله بن احمد، عبدالله فرزند احمد بن حنبل میفرماید در مورد او ابو زرعه میگن ضعیف الحدیثی. یعنی امام احمد و ابو زرعه عبدالله بن امام احمد میگوید پدرم و ابو زرعه رازی گفتن این آقا ضعیف الحدیثی، حدیث گرفته نمیشود. یعنی شما نگاه میکنید اونجا این اشکال داشت دیگه. با اهل علم عباس دوری از یحیی بن معین میگوید لیس بثقتی، میگه ثقه نیست، مورد اعتماد نیست. باز نقل میکند در جای دیگر میگه ضعیف لیس بشیء، میگه ضعیف است، هیچ ارزشی ندارد، ازش حدیث قبول نمیکنن. و امام بخاری میفرماید یتکلمون فیه. امام بخاری کلماتش خیلی نرم است، میگه مردم در موردش سخن میگویند، یعنی مورد اعتماد نیست دیگه. یتکلمون فیه. ابو داود میفرماید غیر ثقة، ثقه نیست. امام ترمذی میفرماید یضعف. امام نسائی میفرماید متروک الحدیث. و در بار جای دیگر میفرماید ضعیف، و جای دیگر میفرماید ثقه نیست، و در جای دیگر میفرماید لیس بشیء. امام نسائی خیلی قوی بوده. شما نگاه میکنید تمام ائمه حدیث در موردش دارن حرف میزنند. و این بود که من گفتم علمای حدیث برای تمام راویان حدیث، برای تمام راویان شناسنامه دارند. یعنی همه برای تمام راویان حدیث شناسنامه صادر نمودند. کسی شناسنامه خیلی هم طولانی. بله دیگه در شناسنامه باید نوشت مشخص است که خودش کجا بوده، اسمش چی بوده، از چه قبیله‌ای بوده، قول علما در مورد او چی بوده، استادهایش کیها بودن، شاگردانش چه کسانی بودند، چند تا حدیث روایت کرده، بله. روایت کرده، الفاظ اینجوری زیر ذره بین میذارن که یه دفعه بکنه حرفش رو دیگه قبول نمیکنن. یعنی این چیزی که ما گفتیم برای چجوری ما راویان را بشناسیم، با شناسنامه برایشون صادر شده، برمیگردیم به بایگانیه تمام شناسنامه راویان. اصلا میشه گفت پرونده راویان، کاملا پرونده راویان، واقعا پرونده است. درست شناسنامه است، اما یک شناسنامه به معنای واقع پرونده تمام زندگیش است. درست. کل زندگی در آن نوشته شده. درست. این نکته خیلی مهم است. به این صورت مطالب خیلی زیاد در موردش گفتن. حتی امام ابن ماجه هم یعنی با وجود اینکه منکر است، میگه تنها امام ترمذی و ابن ماجه از روایت کردن ولی حدیث ضعیف. خودشون هم گفتن که ضعیف است، قابل قبول نیست. چون کتاب‌های مثلا سنن ابو داود یا سنن ترمذی یا سنن نسائی و سنن ابن ماجه احادیث ضعیف و صحیح هم توش هست. البته نسائی از همه کمتر ضعیف توش هست، خیلی کم، با ذره بین باید پیدا کنید. درست. اما در سنن امام ابو داود خودش گفته این ضعیف است، این صحیح است. سنن ترمذی خودش گفته این صحیح است، این ضعیف است. ابن ماجه حدیث های ضعیف نقل کرده و چند تا حدیث حتی موضوع در سنن ابن ماجه وجود داره، 2 تا یا 3 تا. بله. حدیث خیلی کمی. در نتیجه به این صورت حالا یک مطلب دیگری باز امام مسلم توضیح میدهد. اینجوری برای ما مطرح میکند
میفرماید امام مسلم با سند خود نقل میکند از محمد بن عبدالله، یعنی مستقیما از محمد بن عبدالله نقل میکند. محمد بن عبدالله بن قهزاد، اونم میگوید عبدالله بن عثمان بن بجله، اونم میگوید گفتم به عبدالله بن مبارک اون مردی که این حدیث را تو ازش روایت میکنید، حدیث عبدالله بن عمر در مورد اینکه گفته یوم الفطر یوم الجوائزی، این حدیث رو از چه کسی شنیده اید؟ از کجا آوردی؟ قال سلیمان بن الحجاج، میگه از سلیمان بن الحجاج گرفتم. انظر ما وضعت في يدك منه، الان نگاه کن ببین چند تا حدیث از این آقا در کف تو گذاشتیم، نگاه کن اینا را بررسی کن. خیلی خوب، این شخص چی بود؟ میگه چه حدیث گفت یوم الفطر یوم الجوائزی، از نظر معنا مشکلی نداره. میگه روز فطر، روز عید فطر، روز گرفتن جایزه هست، درسته؟ بخشش خدا، رضایت خدا، کرم خدا، بالاخره همه چی توش هست، روز عید است. از نظر معنی مشکل نداره، ولی این حدیث قرار نیست هرچی معنیش درست بود خودش درست باشد. درست. باید ببینی این حدیث اصلا رسول الله فرموده یا نفرموده. مثلا در میان مردم میگوین آقا النظافه من الایمان، یعنی تو حتی عوام الناس اینو میگوین النظافه من الایمان، نظافت از ایمان است. این که درست نظافت از ایمان است، اما این حدیث کلام رسول الله ابدا، اصلا کلمه نظافت اونجا استفاده میشده در زبان رسول الله ابدا. الطهاره مثلا گفته شده، کلمه نظافه گفته نشده در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم. درست نظافت کلمه عربی است، اما استفاده نشده در العصر و اصلا این سند ندارد، هیچ سندی ندارد. اما الطهور شطر الایمانی، حدیث است میگه پاکی و یعنی پاکی و پاکیزگی نصف ایمان است. البته در اینجا منظور وضو گرفتن است، منظور غسل کردن است، غسل جنابت است که تو اگر وضو نداشته باشی نصف ایمانت نیست، غسل نداشته باشی نصف ایمانت نیست، بالاخره نمازت قبول نیست. تمام، یعنی اولین مهمترین رکن اسلامت دیگه ناقص است و تمام نیست. حالا در مورد سلیمان بن حجاج طائفی، همون سلیمان بن حجاج چی میگوین علما؟ روى عنه ابن المبارك وبعدا میفرماید امام ازج نقل میکنه روی عن ليس بن سليم وبكر بن اخرج له البخاري في التاريخ عن ليس میفرماید نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المباهات وطعام المتبارين وقال لا يتابع عليه. امام بخاری میفرماید حدیثش به حدی ضعیف است، دیگه ارزش اینو ندارد حالا ما بیایم کسی بیاریم برای تقویت حدیثش. آخر احادیث گاهی تقویت میشوند، یعنی ما حدیث داریم صحیح، داریم صحیح بذاته، یعنی این حدیث صحیح است بدون اینکه حدیثی دیگری اون تقویت کنه، خودش صحیح است. حدیث داریم صحیح نیست به تنهایی، حسن است، اما حدیث دیگر در اون زمینه وجود دارد اون تقویت میکند، میشه صحیح لغیره، یعنی با وسیله حدیث دیگر این میشه صحیح. حدیث داریم در ذات خودش ضعیف است، اما حدیث دیگر ولی ضعفش خیلی قوی نیست، مثلا راویش عادل است و در مسئله حافظهش یک مقدار حافظه ضعیفی دارد، اما یک حدیث دیگری وجود دارد مثل او هم دیگر را تقویت میکنند و حدیث جبران میشود، میشه این حدیث حسن. حسن یعنی یک به حد حسن میرسد. حالا امام بخاری میفرماید حدیث این سلیمان بن حجاج اینقدر ضعیف است نیاز نیست دنبال بگردید که ببینید تقویتش کنید یا نه، قابل قبول نیست حدیثش. تمام شد. جناب دکتر وقت این بخش از برنامه پایان رسیده، این برنامه می‌بینیم و خدمت شما برمیگردیم و خدمت بینندگان عزیز هم خواهیم بود و ما باشید پس از دیدن یک برنامه. بسیار خوب. أمتي 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 أنت يا مفاخر الزمان، أنت يا عروسة الجنان، قم إلى حمل المنام، كن على درب
اصخري مسالك البحور، سعيك الحميد لن يبور. قم إلى حمل المنار، كن على درب الفخار. واصبري واصبري، ليلك البهيم لن يطول، هكذا بشارة الرسول. قم إلى حمل المنار، كن على درب الفخار. أنت يا عروسة الجنان، إلى حمل المنار، كن على درب الفخار. وارتقي وارتقي للعلا منازل الجنان، واسعدي بحورها الحسان. قم إلى حمل المنار، كن على درب الفخار. إلى حمل المنار، كن على درب الفخار. واشربي واشربي من يديه شربة الهناء، تذهب الهموم والعناء. قم إلى حمل المنار، كن على درب الفخار. واضربي بعيدك السعيد، واسألي نعيمه المزيد. قم إلى حمل المنار، كن على درب الفخار. واسجدي يومها سيكشف الغطاء، فانعمي بالفضل والعطاء. قم إلى حمل المنار، كن على درب الفخار. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. جناب دکتر، ما در مورد ایرادهایی که در احادیث وجود داره صحبت می‌کردیم. در راویان ایرادهایی مثلا به اونها وارد شده، حدیثی رو نقل کرده، یه دفعه گفته از فلانی شنیدم، دفعه دوم که نقل می‌کنه میگن از فرد بالاتر از اون شنیدم. خب این باعث میشه که دیگه حدیثش رو قبول نکنن. این یکی از ایرادهایی است که به راوی‌ها وارد میشه. شما داشتین در این مورد صحبت می‌کردید، دوست داریم بیشتر صحبت بکنید و ادامه مطالب رو در خدمت شما باشیم. بسیار خوب. مطلب خیلی یعنی حقیقتش اینقدر مطالب زیاد است و امام مسلم نمونه‌های بسیار زیادی برای ما نقل کرده در مقدمه. من دوست داشتم حداقل این مقدمه مسلمانان متوجه شوند که این احادیث همینجوری به سادگی جمع نشده و اینجوری احساس کنن خیلی راحت بگوین آقا از کجا که میدونه این حدیث از کجا اومده. علمای حدیث میدونن حدیث از چه کسی میگیرند. اینجا نگاه کن، عبدالله ابن میفرماید من روح ابن غطیف را دیدم. روح ابن غطیف یک راوی معروفی، یک عالمی بوده. میگه من در یک جلسه یک جایی نشسته بود، منم رفتم اونجا نشستم. میگه والله فجعلت استحyi من اصحابی. میگه داشتم شرم میکردم از دوستانم، از دوستان خودم شرم میکردم، گفتم خدا نکنه منو ببیند. ان يروني جالسا معه كره حديثه.
میگه میترسیدم که مبادا دوستانم منو ببینن کنار این هستم، به خاطر این که چون احادیثی نقل میکرد، احادیث منکری را روایت میکرد، یعنی قابل قبول نبود، کراهیتا له. این بود که چون امام زهلی، محمد بن یحیی زهلی که یکی از یعنی اساتید امام بخاری هم هست، میفرماید و روح هذا مجهول، میگه این روح شخص مجهولی است، ناشناخته است، حدیث ازش قبول نمی شود. یا میفرماید امام نسائی حدیث را از او قبول نمی کند، ترکه، ترکش کرده. یا مثلا امام برقانی از امام دارقطنی نقل می کند که میفرمود متروک، و امام دارقطنی در کتاب خودش الضعفاء والمتروکین آن را نقل کرده، جزء ضعفا و متروکین خود آن را قرار داده است. به این صورت امام بخاری میگوید منکر الحدیثی، حدیثش قبول نمی شود، که امام عبدالله ابن مبارک شرم میکرد که نزد اون بنشیند. و یک حدیث در یک قول دیگری که باز امام مسلم نقل میکند از طریق از ابن قهزاد، اونم میگوید از وهب شنیدم، از سفیان، اونم از عبدالله ابن مبارک، میفرمود بقیتو صدوق اللسانی، بقیه انسانی صادق، از نظر حاج دادن وقتی که مطالبی را بیان میکنه دروغ نمیگوید، صدوق اللسان است، ولکنه یأخذ عمن اقبل و ادبر. مشکلش این است از هر کسی حدیث قبول میکند، میگیرد. پس ما از بقیه حدیث قبول نمی کنیم دیگه. او دروغ نمیگوید خودش، اون چیزی که میگه شنیده، ولی از همه میشنیم، هم از ثقه قبول حدیث میگیرد، هم از ضعیف. پس ما بقیه دیگه تمام، بقیه را رها کن. یعنی حتی تا این حد هم. تا این حد قد اگر چی خودش آدم درست و صادقی است، اما حدیثش قبول نمی شود. درست. مگر نشنیدی امام ابو حنیفه، امام بزرگوار، این فقیه بزرگوار، هیچ کدوم از محدثین ازش حدیث روایت نکردن، یک حدیث از ابو حنیفه وجود ندارد. درست. یعنی کتب سته یک حدیث از امام ابو حنیفه روایت نمیکنند. درست. با وجود اینکه یک فقیه مشهوری است، یک انسان عادل، یعنی آدمی از نظر صداقت، ولی به عنوان اهل حدیث نبوده دیگه. درست. ازش حدیث قبول نگرفتن. از حسن بصری، این مرد بزرگوار، میگویند گاهی تدلیس میکرده، ازش حدیث نمیگیرند مگر اینکه صریح و روشن بگوید این حدیث از فلانی شنیدم. به این صورت. و امام مسلم مطلب دیگری را بیان میکند از حارث اعور. حارث اعور گویا حدیثی را نقل میکند، میگه حارث اعور و هو یشهد انه احد الكاذبین، میگه خودش گواهی میداد یکی از دروغگویان است. چرا؟ حارث اعور چون کسی است که رافضی است. حارث اعور متهم به روافض است، رافضی بودن است. همچنان که امام نووی میفرماید چرا از حارث اعور حدیث روایت نمی کنند؟ میگه من قبیح مذهبه و غلوه فی التشیع و کذبه، میگه چون خیلی آدمی بوده، یعنی مذهب قبیحی داشته، امام نووی میفرماید، و در تشیعش غالی بوده و دروغگو بوده، پس به همین دلیل ازش هیچ حدیثی نقل نمی کنند. درست. اینها چون اون یکی از اون از مذهب این بوده، بر این اعتقاد داشته که گویا علی بن ابی طالب برای او وصیت شده که بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم او خلیفه باشد مثلا. یعنی این کسی که این تفکرش این باشد و بر این باور باشد، اون دیگه بهش میگوین شیعه غالی و اهل غلو، قبیح المذهب، و کسی است که در تشیعش غلو کرده، زیاده روی کرده. درست. یا مثلا علماء، بعض امام مسلم یک حدیث دیگری نقل میکند با سند خودش از عبید الله بن سعید نقل میکند، میگه عبدالرحمن بن مهدی برای ما نقل کرد از حماد بن زید، اون هم از ابن عون فرمود به ما گفت ابراهیم نخعی، این مرد بزرگوار، هرچند ابراهیم نخعی کسی بوده که امام بخاری ازش حدیث روایت نکرده، یعنی در حد استاندارد امام بخاری هم نبوده، اما مسلم و بقیه ازش حدیث روایت میکنن، امام ابراهیم نخعی. البته امام بخاری در
صحیح نیاورده. دوباره از ادب المفرد و اینا ازش حدیث روایت میکنه ابراهیم نخعی. مد بزرگواری است. این مد بزرگوار میگوید ایاکم والمغیرة بن سعید و ابا عبد الرحیم فانهما کذابان. میگه برحذر باشید از اینکه حدیث را از مغیره بن سعید و ابو عبد الرحیم حدیث را نگیرید، اینها دروغگو هستند. بیان میکند که اینا چی هستند. مثلا مغیره بن سعد ابو عبدالله کوفی الرافضی الكذاب. این علمای جرح و تعدیل که شناسنامهشون نوشتن اینجوری نوشتن. در شناسنامه این مغیره نوشتن ابو عبدالله الكوفی الرافضی الكذاب. رافضی دروغگویی است. درست. تمام حدیثش قبول نمی شود. به همین صورت حدیث ازش قبل من احادیث زیادی، یعنی اقوال علما را زیاد نقل کردم در موردش، دیگه به این مقدار بسنده می کنم. و یک مورد دیگر که امام مسلم باز نقل میکنه برای ما، میگه ابو کامل جحدری برای ما نقل میکند، اون هم از حماد بن سلمه، اون هم از حماد بن زید، اون هم از عاصم. میفرماید ما می اومدیم پیش عبدالرحمن السلمی، نزد عبدالرحمن بن سلمی می نشستیم و نحن غلمة ایفاع، ما نوجوانانی بودیم، تازه داشتیم به سن بلوغ می رسیدیم. فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص غير ابي الاحوص واياكم وشقيقا. میفرمود نزد اون کسانی که برای شما دارن فقط حکایت و داستان برای شما نقل میکنند، نزد آنان ننشینید، چون اون داستان ها و کسانی که خیلی داستان سرایی میکنند و نمیدونم حکایت و داستان را برای شما نقل میکنند، قصه میگویند، خیلی در اشتباه میفتند و دروغ های شاخداری را نقل میکنند برای شما. گفت از اینا پرهیز کنید بجز ابو الاحوص، بجز ابو الاحوص. اما مبادا نزدیک شقیق شوید و کان شقیق هذا یرا رأی الخوارج وليس بأبي وائل. میگه این شقیق همون شقیقی است که نظر خوارج داشت. گفت دیگه از شقیق، نزد شقیق ننشینید برایتون داستان سرایی کند و مطالب برایتون نقل کند، چون عقیده خوارج دارد، مذهب خوارج دارد. نکته خیلی مهم است. بعدا میگه همون ابو الاحوص که بود گفت نزد او بشینید، اون علما میگویند این از کبار اتباع تابعین است. امام مسلم و ترمذی و نسائی ازش حدیث روایت کرده اند و او صدوق بوده است. و امام ابن معین گفته انسان ثقه است. به هر صورت امام ابن سعد میفرماید کان صاحب سنة و عنده احادیث. میگه اهل حدیث بوده، درست، اهلش بوده و احادیثی ازش روایت شده است، ولی خیلی زیاد نه. و همین خاطر نگاه میکنی امام بخاری بعض از این حدیث از ابو الاحوص هم حدیث روایت نکرده. امام مسلم و امام ترمذی و امام نسائی ازش روایت کردن فقط. یعنی اینها کل این مطالب برای این است که مسلمانان متوجه شوند که احادیث از هر کسی پذیرفته نشده و از هر کسی پذیرفته نمی شود. به همین خاطر قاضی عیاض میفرماید شقیق ضبی کوفی القاص ضعفه النسائی کنیته ابو عبد الرحیم. میگه امام نسائی گفته این ضعیف است، ازش حدیث قبول نمی شود. همون شقیقی که گفتیم چون اهل کوفه هم هست و تمایل تشیع هم داشته. درست. به همین صورت یکی دیگر از امام باز مسلم مطلب دیگه را بیان میکند در مورد جابر بن یزید جعفی. این جابر جعفی دیگه خیلی معروفه توی مذهب شیعه. بله. کل احادیث شیعه رو همین روایت میکنه. یکی از ارکان شیعه است. واقعا ببینیم علما در مورد چی میگن. همین خیلی مهمه. واقعا جابر بن یزید جعفی میگه ابو غسان، امام مسلم میفرماید، میگه ابو غسان محمد ابن عمرو رازی گفت من از جریر شنیدم، میگفت من به جابر بن یزید جعفی رسیدم و هیچی ازش ننوشتم، یعنی یک حدیث ازش قبول نکردم. درست. چرا؟ کان یؤمن بالرجعه، چون این از اون افرادی بود، از اون شیعه غالی بود که معتقد به رجعت بود.
معتقد به این بود که اصلا علی بن ابی طالب دوباره باز هم برمیگردد و زنده میشود و یعنی همون اعتقاد بودایی‌ها و برهمایی‌ها و اینا رو داشت. کاملا یک عقیده باطل. همین الان همین شیعه ایران هم همین اعتقاد رو دارن. بله بله. همین ملاهایی که شبکه‌های ماهواره‌ای هم دارن میگفت بله ما اعتقاد داریم به رجعت. خودشون اعتراف می‌کردن که بله ما به رجعت اعتقاد داریم. این رجعتشون چقدر ارزش دارد، یعنی مهدیشون هم به همون اندازه ارزش دارد و کلا مذهب باطلی که دارن همون اندازه ارزش دارد. درست. هیچ مثلا این مردم مسکین نگاه کن 1400 سال طول کشیده هنوز برنگشتن. خب کی میخوان بیان؟ این دیگه معلوم نیست، یعنی این مهدی مسکین هم اطرافش این یعنی همه بالاخره امریکا وارد شد روی دوش تمام اونجا را. اصلا مغول اومد کل امت اسلام رو در نورد. در واقع کل بغداد را با خاک یکسان کرد. این مهدی نیومد، این ائمه رجعت نکردن. خب کی بعد چی میخورن اینا؟ اصلا چه ارزشی دارن وقتی که میگه امت نیاز داره نباشن چه در بله میگه یه آقایی بود یک خنجر خیلی خوبی داخل همراه خودش داشت، یک راهزنی اومد بالاخره کاملا چی درسش گرفت و اینا گفتن این خنجر خوب برای چی داری؟ گفت برای روز مبادا. گفت برای روز مبادا اینو میخواستم. حالا اینا در روز مبادا نیستن دیگه، به درد چی میخورن؟ اینا به چه دردی میخورن؟ این مساکینه امروز یعنی امسال الله نگاه میکنید چه بلایی به سر خودشون آوردن، چند نفر کشته دادن، 200 تا در یک جا 200 تا کشته دادن، در جای دیگه 100 تا کشته و زخمی دادن، همه با خودشون میزنن. مثلا یه من در خواب دیدم که مثلا امام حسین گفته 3 تا گلوله به خودش شلیک کن کشته نمیمیری. لحظه اول با گلوله اول مرد. با اولین گله‌ای که با خودش شلیک کرد مرد مسکینه. یا آقای مسکین داره از کله خودش را داغون میکنه، یکی پشت خودش رو داغون میکنه. این حرفای الکی. حالا دیگه این به قول سید عقیل نوشته بود این بلای خداست و این در واقع مجازات این همه توهین به امت اسلامی است و به ام المؤمنین و به اصحاب رسول الله است که باید با دست خود به سر و کله خود بکوبند و خود را خود خمیر کنند. مثل خدا مثل که خداوند متعال به یهودی‌ها گفت فقتلوا انفسکم. این راه توبه شما این است. ولی اینا توبه هم نمی‌کنن. همین است. این همه خودشون را میزنند ولی هیچ توبه‌ای هم نمی‌کنند. خب بریم پیش جابر دوباره. دیگه جابر تقید بر رجعت بوده دیگه جابر هیچ ارزشی ندارد. علما بعد از اینکه قول به چون یه امام مسلم این مطلب را نقل می‌کند، می‌فرماید حسن حلوانی برای ما نقل کرد، اون هم از یحیی ابن آدم، اون هم از مسعر، میگه حدثنا جابر یزید قبل ان يحدث ما احدث. درست. میگه قبل از این که این اعتقاد باطل را پیدا کنند برای ما حدیث روایت میکرد. درست. دیگه بعد از اون تمام. قبل ان يحدث یعنی بعد از این که این اعتقاد باطل را بیان کرد دیگه تمام. یعنی اینم دلیل بر این است اگر اون شخص تا قبل از اینکه این اعتقاد رو بیان کرده باشد، اگر چیزی گفته باشد مطلبش قبول باشد و در ظاهر کسی هیچ اشکالی از اون ندیده قبول می شود، ولی بعد از اون دیگه هیچ ازش پذیرفته نمی شود. درست. این است که علمای حدیث میگن یقبل و ما بعده فلا، یعنی اذا كان المحدث قبل وقوع سبب الجرح منه يقبل. درسته. مثل ابن لهیعه. بله. ایشون کتابش که حدیث نقل میکرد، بعد که کتابش گم شد خودش فراموش کار بود، حدیث رو قاطی میکرد. بله. حدیث دیگه ازش قبول نکرد. بله. قبل از این که کتابش سوخته بشه، کتابش سوخته شد، کتابی نوشته بود، بعد از این که میگوین اگر حدیثی که روایت کرد قبل از سوخته شدن کتابش باشد قبول است، بعد از اون دیگه ازش قبول نمیشود. درست. این است، یعنی کسی که روایت میکند از کتابش دیگه مورد اعتماد است، چون خودش انسان ثقه است، انسانی دروغگو نیست، اون چی نوشته درست است، ولی بعد از اینکه کتابش گم شده تمام دیگه حافظهش ضعیف بوده، نتونستن ازش قبول نکردن و تمام شد. درست. بله. پس این هم در مورد حالا ببینیم این مطلب خیلی قشنگ است. حجاج بن شاعر میگوید احمد بن یونس گفت
از زهیر شنیدم میگفت جابر گفت یا من از جابر شنیدم میگفت این عندي ل50,000 حديث ما حدثت منها بشيء قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. یعنی جابر میگوید یعنی این همه حدیث را از اون آقا شنیده، بله، از جعفر جعفی. جابر جعفی میگه این گفته من 50,000 حدیث نزدم هست و هیچ کدومشون را بیان نکردم، هیچ کدومش رو بیان نکرد. روز یک حدیث را گفت این یکی از این 50,000 حدیثی است که من نزدم هست. یا مثلا میگه سمعت جابر يحدث بنحو من حدیث ما استحل ان اذكر منها شيئا. میگه از جابر من احادیثی شنیدم نزدیک به 30,000 حدیث ازش شنیدم، اما حلال نمیدونم یک حدیث را از آن روایت کنم. سبحان الله. نگاه کن، حلال نمیدونم یعنی حرام میدونم یک حدیث از اون حدیث را روایت کنم ازش. درست، چون یقین داره دروغه. آره دیگه. پس جابر اومده شده مثل باک بنزین همین بحار و ظلمات شد. بله دیگه، همون بحار و ظلمات از اینا فول کردن. بله اینا خیلی نکته بسیار زیبایی است که سفیان میفرماید، سفیان ثوری یا سفیان بن عیینه، هر دوتا در یک عصر بودند، که میفرماید من حاضر نیستم یک حدیث روایت کنم از اون حدیثی که از جابر شنیدم و نمیدونم و ان لی کذا و کذا، یعنی فلان و فلان به من داده بشه، یعنی همه دنیا به من داده بشه، جایز نمیدونم یک حدیث از اون حدیث روایت کنم. حالا شما نگاه کن علمای این امت چگونه این دین را حفظ کردند، با کسی شرم نداشتند، با کسی نداشتند. مسلمانان ترکش کردن، رافضش روایت کردن. بله کاملا. این یک نکته دیگری هست که بعضی امام مسلم میگه از ابا غسان محمد ابن عمرو الرازی شنیدم که میگفت از جریر ابن عبدالحمید شنیدم، سوال کردم گفتم الحارث بن حصيرة لقيته آیا بن حصيرة آیا شما به حارث بن حصيرة رسیده اید اولا ملاقات کرده اید؟ قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على امر عظيم. گفت بله مردی بود بسیار کم حرف زن، یعنی اهل حرف زدن نبود اصلا، آدم آرام و ساکتی بود، اما بر یک مسئله بسیار نادرستی اصرار می‌ورزید، پافشاری میکرد. یعنی اینجوری بیان میکند که یعنی جوانب مثبت را بیان میکند و این قسمت مشکلش هم، و اون هم که یک شیعی بود ایمان به رجعت داشت، اونم حدیث از قبول نمیکردن، تمام شد و رفت. و یک مطلب دیگری باز امام مسلم نقل میکند، میگه احمد بن ابراهیم الدورقی گفت عبدالرحمن بن مهدی برای من نقل کرد از حماد بن زید، گفت ذكر ایوب رجلا یوما، میگه ایوب روزی در مورد مردی سخن گفت فقال لم يكن بمستقيم اللسان، میگه آدمی نبود که حرفش تغییر نکند، یعنی تغییر میکرد، مستقیم اللسان نبود، یعنی امروز چیزی میگفت فردا چیز دیگری میگفت، کم و زیاد میشد مطالبش. همچنان که میگوید و ذکر آخر فقال هو يزيد في الرقم، هو يزيد في الرقم. همچنان که مثلا میگه یک تاجر مثلا سعر را و قیمت را هر روز مثلا اضافه میکند، امروز قیمتی میگوید فردا قیمت دیگری میگفت، پس فردا قیمت دیگری میگفت، میگه اینم همین جوری بالاخره اضافه میکرد، تمام دیگه، ازش حدیث روایت نمیکردند. میفرماید و یک حدیث دیگری باز نقل میکند، حجاج بن شاعر، امام مسلم میگوید حجاج بن شاعر برایم نقل کرد، گفت سلیمان بن حرب اونم برایم نقل کرد از حماد بن زید، گفت قال ایوب ان لی جارا، گفت من همسایه‌ای دارم، ثم ذكر من فضله، گفت چه داره فضائل اون مرد را بیان کرد، یعنی خوبی هایش را بیان کرد، از خوبی هایش صحبت کرد چه خوبی هایی دارد، بعدا گفت ولو شهد عندي على تمرتين
ما رأيت شهادته جائزة. اما اگر برایم در مورد دو تا خرما برای من شهادت بدهد، شهادتش قبول نمی کنم. حالا چه برسد به اینکه ازش حدیثی روایت کنم. یعنی خوبی هایی که دارد بیان می کند، اما از جای دیگر مشکل دارد. اگر گواهی داد بر 2 تا خرما، یعنی اینجا انگار احساس می کند یعنی اشکال در مسئله حافظه هست و مسئله دیگری است. یعنی حتی مسئله 2 تا خرما برای او یعنی نمیتونم بپذیرم که واقعا درست دیده و شنیده. درست. در مورد حتی اگر 2 تا خرما هم باشد. و همینطور که علماء حدیث هم میگن شهادت دادن و روایت کردن حدیث هم مثل همن. کاملا مثل همن. برای همین اینجا ذکر کرده که شهادتش رو قبول نمی‌کنم در 2 تا خرما، پس چطور میشه روایتش رو قبول کرد؟ کاملا اینجوریه. یعنی ما با این مطالب کاملا برایمون روشن میشود که علماء حدیث چقدر به این قضیه در واقع اهمیت دادند. 3 دقیقه وقت داریم. 3 دقیقه وقت داریم. خیلی خوب. یعنی به نظر من به این مقدار که نقل کردم از اقوال علما برای ما کافی است که روشن شود علمای حدیث تا چه اندازه اهمیت داده‌اند به اون راوی که ازش حدیث روایت میکنند. حالا به عنوان به صورت یک مختصر و کوتاه برایت بیان میکنم. یک حدیث صحیح باید دارای چه شرایطی باشد؟ علما میگویند حدیث صحیح این است یک انسان عادل این حدیث را روایت کند، ما رواه عدل تام الضبطی، که حافظه بسیار بالایی داشته باشد، یعنی حافظهش تام باشد. یعنی کسی نگوید حافظه این 20 نیست، باید 20 باشد. عدالتش 20 باشد، حافظهش هم 20 باشد. یعنی چه عدالتش 20 باشد؟ یعنی عادل این انسان کسی اولا ندیده مرتکب گناه کبیره شده باشد. گناه صغیره بر گناه صغیره هم پایداری نکرده است. وگرنه هیچ انسانی معصوم نیست، که ما معتقد به معصوم بودن انسان ها نیستیم. ولی دیگه انسان در خلوت خودش ممکنه انسان دچار گناهی مشکلی، ولی اون چیزی که در ظاهر عیان است پایبند است بر واجبات و از محرمات دوری میگیره. یک انسان مورد اعتماد است در میان مردم، شخصی مورد اعتماد. بعداً از نظر حافظه و قوه حافظهش خیلی قوی باشد، به گونه‌ای کسی نگوید این آقا حافظهش ضعیف است. تام الضبطی عن مثله، حدیث را روایت کند از کسی مثل خودش. این 2 تا شرط، کسی مثل خودش، متصل السندی، با سند متصل، یعنی این یکی از اون شنیده مثل خودش، اونم از اون مثل خودش باشد، من غیر علت ولا شذوذ، یعنی هیچ گونه علت دیگری، حتی اون علتی که گفتم علمای حدیث خودشون گاهی علتی را و ایرادی را در حدیث میبینن که دیگران نمیتونن ایراد را ببینن. ایرادهای پنهانی هستند. یا مثلا گاهی میگن مثلا علت خفی. یک علت خفی در آن وجود دارد که اگر علت ظاهر باشد همه میدونن، ولی علت خفی فقط محدثین میدونن. درست. علت خفی یعنی علت پنهان تنها محدثین میدونن، جهابیزه محدثین. ولا شذوذ و شاذم نباشد، یعنی این حدیث مخالفت نداشته باشد با حدیثی قوی تر از خود. درست. مثلا اگر یکی از علما مثلا حدیثی را روایت میکند، یک آدم مورد اعتمادی است، اما نگاه میکنید امام مالک همون حدیث را روایت میکند به گونه دیگری، حرف امام مالک قبول میشه. امام مالک قوی تر است، سفیان الثوری قوی تر است، سفیان بن عیینه مثلا در حد امام مالک هستند اینا. سفیان الثوری و سفیان بن عیینه و امام مالک و اینا در یک طبقه هستند اینا. حالا مثلا کسی بیاید حدیثی را روایت کند که مخالف قول اینا باشد، مثلا اسماعیل بن جعفر امام مسلم در روایت صحیح امام مسلم، اسماعیل بن جعفر حدیثی را روایت میکند، همون حدیث امام مالک روایت میکند. حدیث در روایت امام مالک مثلا اون حدیثی در روایت اسماعیل بن جعفر میگوید افلح و ابیه ان صدق، میگه اون یک آقای عربی اومد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم. تمام شد. اگر خلاصه بگین. بله. در اون حدیث که مثلا نگاه میکنه امام جعفر، در حدیث اسماعیل بن جعفر یک لفظ در آن وجود دارد، یعنی قسم به پدرش، اون رستگار شده، ولی در روایت امام مالک این ندارد. درست. پس اون روایت امام مالک قبول میشد. اینجا این حدیث شاذ، یعنی حدیث شاذ این است که
حدیثی باشد مخالفت داشته باشد با حدیثی قوی تر از خود یا با خود قرآن. به هر صورت این شرایط 5 تا شرط وجود دارد برای یک حدیث صحیح و علمای این امت برای حدیث صحیح تمام این شرایط را در نظر گرفتند. درسته، جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، از شما تشکر میکنیم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و از جناب دکتر هم تشکر میکنیم به خاطر مطالب بسیار ارزندهشون و شما رو تا دیداری دیگر و برنامه دیگر به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.